توی هرس درختان میوه اشتباه رایجی که خیلی من میبینم توی باغات اینه که درخت میوه رو میان مثل شمشاد سرزنی میکنن. این نوع هرس در واقع این نوع قیچی زنی، حالا اسمشو هرس نمیشه گذاشت، یک ایرادی که ایجاد میکنه اینه که نرک‌های زیادی به صورت جارویی در بالای درخت رشد میکنه که تمام شیره مغذی درخت رو میگیره و مانع از باردهی درخت به ما میشه. برای اصلاح این اشتباه در واقع باید تمام نرک‌ها رو حذف بکنیم و یه دونه از شاخه‌های قوی رو به صورت یک جوانب بیرون نگه داریم. دقت کنید که شاخه‌های نرکی که میزنید حتما از ته بزنید و ناخونک اصلا به جا نذارید. یک جوانب بیرون و تمام این عملیات رو کل درخت باید انجام بدید.